هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما احترام شوهر از نظر اسلام. دین مبین اسلام احترام شوهر را طبق برنامه‌های قرآنی در یک نظام و چهارچوبه معین درآورده است. وحدت و یکدیگرفهمی عائلوی خوشبختی حیات را پیدا کرده، ستاره خوشبختی زندگی را در سمای خانه‌داری درخشان می‌گرداند. هدف تنها یک است: رسیدن به نیکی‌های حیات. در برابر همه برنامه‌های زندگی، باز برنامه‌های خاصی در قرآن کریم راجع به احترام شوهر و احترام زن انعکاس یافته است. آنجایی که خداوند می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، آنها یعنی زنها همچون لباسند برای شما و شما یعنی مردها همچون لباسید برای زنها. سوره بقره. پس زنها باید کوشش به خرج دهند که تا در زندگی محبت، دلبستگی و شفقت و مهربانی را از دست ندهند، زیرا شیرینی حیات تنها در احترام یکدیگر است. در زمان کنونی زنهای به چشم میرسند که خدمت‌های شوهر را ندیده گرفته رو به طعنه سرایی و جنگ و جدال می‌آورند که همه اینها تنها رشته محبتی بین زن و شوهر را کنده می‌کند و بس. بیایید برای باز روشن‌تر کردن این موضوع به زندگی صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نظر اندازیم که یکی از آنها فاطمه رضی الله تعالی عنها دختر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم و دیگرش باشد عایشه و حفصه دختران ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میباشند که در سخت‌ترین حالت‌های زندگی عمر به سر برده بودند. حتی در تاریخ آمده است که در خانه حضرت عمر رضی الله عنه بجز از نان خشک دیگر چیزی دریافت نمی‌شد. زن‌های محترم، چرا زن حضرت عمر رضی الله عنه با شوهرش جنگ و جدال نمی‌کرد؟ چرا فاطمه رضی الله تعالی عنها زن حضرت علی رضی الله عنه در مشکل‌های زندگی صبر داشت؟ و شما باشید مردها را مورد طعنه و ملامت‌ها و به احترامی قرار می‌دهید. خواهران و مادران محترم، زندگی بزرگان اسلام را سرمشق کار خود قرار دهید. انشاءالله به تمام نیکی‌های حیات خواهید رسید. بزرگان ما فرمودند فرصت عمر عزیز است، عزیزش دانید. تو به این آب و عدو گوهر ایمان مفروش. این عمر ما همه در گذر است، پس به قدر شوهر خویش و فرصت عمر خود برسید. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمایند هر زنی که از عالم گذرد در حالی که شوهرش از او راضی باشد، پس از هر دروازه جنت که بخواهد وارد می‌گردد. پس ای خواهری عزیزم، چرا از رحمت و مهربانی پروردگار خود را به بهره می‌مانی؟ تصور کن که با یک احترام شوهر جنت جاودانه نصیبت می‌گردد. پس اندیشه کن، زیرا این دنیا فانی است و آخرت باشد دنیای باقی است. وقتی که زنها احترام شوهر خویش را به جا می‌آورند و آنها را در همه حالت راضی می‌گردانند، پس در قیامت هم همراه شوهران خود هستند. اما این سخن‌های حقیقت‌آمیز شاید در نظر بعضی از زن‌های امروزه چون افسانه باشد، اما عمری رفته پس نمی‌گردد و پشیمانی سودی هم ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بعضی از زن‌هایی هستند که شوهران خود را برای دریافت کردن رزق مجبور می‌کنند. پس این مردها از ناموس زیاد خود را آواره یک راه ناخوب می‌کنند که با سبب رفتن این راه مردها هلاک می‌شوند و یا در جنایت دست می‌زنند. خواهران و مادران گرامی قدر، همیشه با پستی و بلندی‌های زندگی طاقت فرسا باشید. زیرا فیلسوف مشهور و دانشمند بزرگ کیکاووس در قابوسنامه خود می‌فرماید زندگی مثل فیلم است که هر کس نقش خویش را می‌بازد و با بازیدن نقش خوب دارای مقام بلند می‌گردد. پس زنها و مادران ما نیز باید شوهران خویش را چنان احترام سازند که نقش زنی بودن خویش را ببازند. در برابر همه این زندگی پر از مشکلات است. آنجایی که سعدی بزرگوار فرموده است زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست. هنگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه حضرت جبرائیل علیه السلام در شب معراج سیر و گشت جنت و دوزخ کرده بود،
در آن لحظه ها یک گروه زنها را در دوزخ دید که از زبانهایشان آویزانند. پس از جبرائیل علیه السلام پرسید که این زنها چرا از زبانهایشان آویزانند؟ حضرت جبرائیل علیه السلام در پاسخ گفت اینها زنهایی هستند که در دنیا شوهران خود را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند. پس از همین سبب خداوند اینها را به چنین عذاب گرفتار کرده است. اما افسوس که امروزها زنها و مادران ما به قدر نعمت شوهر نمی‌رسند. هرگاهی که شوهر از زن خود ناراضی گردد، پس ملائکه‌های پروردگار هر لحظه و هر ساعت برای این زنی که شوهرش را آزار داده است لعنت روان می‌کنند. در آخر گفتنیم که نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی‌ترسی چرا از سوز گلخن. و با سعدی بزرگوار فرموده است مراد ما نصیحت بود گفتیم، حوالتان بر خدا کردیم و رفتیم. و باز بزرگان گذشته فرمودند گر اینجا گفتار ما نشنوی مبادا فردا پشیمان شوی. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.